نشان داد بگه سلف دیشه تختای عروس نشان داد دیشه خود تو چون بده من خود عیادم برام چه کنه خدا باز شامل من از صمیم دل از دل جگر شما را تبریک میکنم برای ولیده شده‌تان برای این شیرین محترم سیاره خان بگذار اون پی قدمی که فرزند من فرزند جان دارد اینقدر پسری پرفایز اینقدر پسری ناز فرزند جان یک نیت دارم که بگذار سیاره خان هم با مانند فرزند جان با همین خانه من فیض بیارم پیقین سیاره خان اله با خانه ما مبارک شود همه وقت خانه ها را فرزنده ها را همه چیزا با همین سیاره خان و فرزندان بخشیدم بگذار آینده فرزنددار شوند نبرادر شوند اولیدار شوند با مانند من این باباش ماماش من این ماماش من این خاله و عمهاش با دولت و سیر فرزند و نویردار و حویردار شوند آمین الله اکبر یک دعا باباش میتید همین فجید بابا خاله مامی کلام ماماش بچی ماماش بچی عیال همه امروز رو درست کن خدا پروردگار همیشه روزگار الهی آمین رب العالمین همین فرزند ما را خداوند کریم نگاه بدار مثل ما همه خیل فرزنددار شود خدای شکر من 50 چند تا نویروی آویره چویره دارم همه خیل خاندار شوند و حرمت کلانا را بدانند یا دیگر فهمی کنند همه محل همه خیل خورسندی جو فرزند بیاورن الله اکبر ای الهی آمین وقت خوش عمر دراز بخت سفید یکی بچه ما 1000 دانه شود کشایش کار و کار خدا عمرش عمر عرصه کنه بغلش پری بچه شود اسکای زیاد شود خدا خواهد دانه فرایمانی شود در فرقانه ناسه نمیتونی بسیار شود بچه جانی مثل که عروس خوشم پیشوان با وقت بس بمراد بخت سفید خانه آواز پروردگار همه باغاتان واری مامهاتان واری تیری به دولت شوی ایران آمید خشام
برای همین گفتگو از عبدالصمد همچون خیلی این سرها نه سخن میکردن ما یک کلوچه بگیریم این کتی بعد از خوشم میموند دومه عبدالصمد جان درآمد جان شوی عبدالصمد تشت گوش نمیکن این روزی خواستگاری شد این ما چنین در دیگر کتی باید دیدن آدم وسط میره پیدا آدم در اول بوری اول شیمسیره شد اگه نصیب ده فرزندی بو، خواهری بو، جانی بو، بعد آرزو شدن،
صدای ممی نفعی خدم شوند زنده خانه کجا گفتیم باز بیم که باید گره گرتیکل باشم سرده باشد خوشبختی باشم وقتی صفحه شد که زندگی خوب بارو با پدر و مادر اثر شما همه فرماتشان نگاه دارم گفتیم که بودن پدر و مادر برای لغور بود چی بودیم شما خیلی کسی کنید تو بشه یا دوستان بشه وقتی صفحه عمر دراز با برکت اقبال آبرو حضرتی پدر و مادر رو بودیم و حتی همسر داشته بابا مسئله بخود باشم اینا بینم خوشک کشوان فرزندان رو نبیده باشد خب وقت باغرو باشد